4 سال زنت شدم، همش دارم عق میزنم. بابا خسته شدم از این وضع. میدونم. بیا، تو این چند سال خیلی به تو سخت گذاشته. خب منم گیر و گرفتار کار خودم بودم، اما از این به بعد قضیه دیگه فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ آفتاب به جای شرق از غرب طلوع میکنه؟ نه، زمین بر وفق مرادمون میچرخه. بیا بابا، یه چیزی بهت میگم، قول بده به هیچ کس نگی. این ورجک که به دنیا بیاد، این خرابه رو ول میکنیم و میریم یه جای دیگه. کجا؟ اون بالا ماله ها، قاطی آدم حسابی ها. یه خونه برات دیدم قد یه سرسرا، این ورش پیدا اون ورش ناپیدا. 3 تا اتاق خواب داره، 2 تا مستراب، یکی ایرانی یکی خارجی. از اینایی که مثل صندلی میمونه، آدم میشینه روش، یه دکمه هم بغلش داره، میزنی آب هرچی میکشه پایین. کپش پارکه. پارکته. آفرین. آشپزخونه‌ش یه دریاست، کابینت داره رو کابینت. باید ببینی چه نمایی داره.